6 آذر ماه 1322 نشستی سری و محرمانه در سفارت شوروی در تهران برگزار شد. 3 ابرقدرت، روزولت، چرچیل و استالین در تلاش برای طراحی زمین بازی برای ادامه نبرد در جنگ جهانی دوم بودند. نشستی بسیار تعیین کننده برای سرنوشت ایران و جهان. در آن روز سرنوشت ایران در حالی در پایتخت تعیین می‌شد که پادشاه وقت محمد رضا شاه مطلقاً اطلاعی از برگزاری آن نداشت. در آن روزها حقارت سیستم حاکم بهانه بود تا ایران را به ابزاری برای اهداف قدرت‌ها تبدیل کند. اتفاقی که بی سابقه نیست و نمونه‌های مشابه زیادی در طول تاریخ دارد. قرون 18 ایام اوج قدرت‌نمایی دولت‌های استعماری جهان به شمار می‌رفت. روزهایی که در عمل نتایج نبرد بر اساس میزان تسلط دولت‌ها بر قدرت دریایی تعیین می‌شد و ظرفیت و موقعیت چشمگیر ایران در این میان چیزی نبود که به راحتی بتوان از آن چشم پوشاند. در روزگاری که یگانه راز دور ماندن از چشم طمعکاران تسلط بر قوای نظامی بود، فقدان قدرت و ضعف مدیریت حلقه محاصره را برای وطن تنگتر می ساخت تا راه را برای تحقق آرزوهای دیرینه قدرت‌های جهان باز کند. آرزوهایی که با زمزمه وقوع جنگ اول میان روسیه تزاری و ایران در سال 1804 بر سر اراضی گامی برای تحقق بلندپروازی‌های مردان قدرت به شمار می‌رفت. فتحعلی شاه تهدید روسیه بر اراضی شمالی را بهانه‌ای برای بی‌ثباتی مرزها و تهدید اقتدار می‌دید. واکنش‌های ابتدایی کاملاً قاطعانه بود. هزاران مرد جنگی برای مقابله با این تهاجم گرد آمدند. در این بین اما فتحعلی شاه پادشاه قاجار به دنبال ناتوانی در مقابله با تهاجم چشم به یاری قدرت‌ها داشت. از انگلیس درخواست یاری شد. پاسخ منفی بود. فشار جنگ بیشتر شد و زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم مذاکره شنیده می‌شد. آن سوی میز رقیب گویا مصمم‌تر به نظر می آمد و اشتیاق و قدرت بیشتری برای تعیین نحوه پایان داشت. سرانجام عهدنامه گلستان امضا شد. حدود 220,000 کیلومتر مربع از ایالات و ولایات قفقاز باید که از ایران جدا می شد. لورد کلارک ایلچی بزرگ دولت انگلیسی در پاسخ به مقاومت ایران برای بازپسگیری ولایات گفت: صلاح و خیریت احوال شما را می‌خواهم که می‌گویم به همین میزان مصالحه قائل باشید. صلحنامه گلستان اما در حکم آتش بسی ناپایدار بود. دوره دوم نبرد آغاز شد. عباس میرزا فرمانده سپاه آرزوی پیروزی را در ذهن می‌پروراند، اما در عمل ناچار شد تا مجدداً شروط صلحی دیگر را بپذیرد. این بار 3 ایالت باقی مانده از قفقاز با مساحت حدودی 30,000 کیلومتر مربع واگذار گردید. حالا آن طرح بزرگ به سرانجام رسیده بود. جداسازی 250,000 کیلومتر از سرحدات ایران. ایران ناچارن بابت جنگی که هرگز شروع کننده آن نبود موظف به پرداخت 5 میلیون تومان غرامت به روسیه شد. این بار نوبت انگلیس بود تا با استفاده از ضعف قوای دریایی ایران پازل بازی بزرگ خود را کامل‌تر کند. در مرحله اول با تصرف بخش‌هایی از جزایر و بنادر جنوب ایران، ناصرالدین شاه وادار به پذیرش معاهده پاریس شد. با امضای این معاهده، هرات رسما از خاک ایران جدا شد تا لطمه‌ای بزرگ را بر پیکره حاکمیت سیاسی ایران وارد کند.
اگرچه لطمه اصلی و نهایی توسط استعمارگران زده شد، اما نمیتوان منکر ضعف سیاستمداران قاجار شد. ضعفی که میتوانست شاه ایران را دستبوس ملکه انگلستان کند و بار دیگر او را مجبور به اطاعت از اوامر او سازد. مرحله دوم طراحی معاهده گلدسمیت بود که به موجب آن نه تنها قسمت‌هایی از سرزمین تاریخی سیستان از ایران جدا شد، بلکه در بحث حقابه هیرمند نیز بی‌عدالتی‌هایی را رقم زد و سیستان را که روزگاری جزء انبار قلعه ایران محسوب می‌شد، به منطقه‌ای بی آب و علف تبدیل کرد. حالا دیگر تکه‌های پازل بزرگ انگلیس کاملتر شده و مداخله دستوری بریتانیا به سرانجام رسیده بود. ساختار بیمار سیاست در کف خیابانها و زندگی روزمره نیز جاری شد، تا جایی که عدالتخواهان را تبدیل به انقلابیونی مشروطه خواه کرد که شاه را مجبور به پذیرش قانون اساسی و تشکیل مجلس کردند. اما روسیه و بریتانیا به عنوان دو قدرت وقت این توافق را ناپایدار دانستند و تأیید نکردند. جنگ جهانی اول در آستانه وقوع بود. انگلستان و روسیه مدتها به دنبال پیریزی طرحی بودند تا با اشغال برخی اراضی ایران هنگام وقوع این جنگ از آن بهره مند شوند. ایران انتخاب اصلی برای این ماجرا بود. باز هم دیداری بدون اطلاع قبلی دولت وقت شکل گرفت. به منظور تسهیل اوضاع در ایران برای انگلیس و روسیه درباره تقسیم کشور به 3 منطقه گفتگو شد. طبق قرارداد سن پترزبورگ، بخش‌های شمالی ایران متعلق به روسیه و جنوب آن جولانگاه پادشاهی انگلیس گردید. مناطق مرکزی به عنوان ناحیه بی‌طرف اعلام شد و ایران را جولانگاه ارتش خارجی ساخت. این قرارداد بهانه‌ای بود که همکاری گسترده‌ای را علیه منافع ایران رقم زند تا انگلیس و روسیه به واسطه آن با حمایت از سلطنت طلبان به رقابت علیه مشروطه خواهان بپردازند. طرحی که کمی بعد با پیریزی کودتایی در 3 اسفند 1299 دنبال شد. ایران داشت ضعیفترین دوران قاجاری خود را می‌گذراند. دولت مشروطه قاجار همزمان با حکومت احمدشاه طی جنگ جهانی اول از جوانب گوناگون آشفته بود. علیرغم اعلام بی‌طرفی، نیروهای متخاصم از شمال و جنوب وارد ایران شده بودند. آذوقه مردم توسط ارتش اشغالگر مصادره شد تا مقدمه‌ای برای قحطی بزرگ ایران و از دست رفتن بیش از نیمی از جمعیت کشور باشد. قوای خارجی به دنبال بیشترین بهره از این آشفتگی بود. بریتانیا صفحه شطرنج را به امید یافتن مهره‌ای زیر و رو می‌کرد تا بلکه بتواند حد اکثر نفوذ خود به ایران را اعمال کند. ژنرال آیرونساید، سرلشکر ارتش انگلیس، مدتی بود که رضاخان میرپنج را زیر نظر داشت. او معتقد بود که روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی موانع کنونیشان را از میان برخواهد داشت. موانعی که قرار بود با خاموش کردن صدای مشروطه خواهان استقلال طلب از بین برود. کودتا آغاز شد و دولت پادشاهی وقت تحت تصرف درآمد. آزادی خواهان به بند کشیده شدند. هدف کودتا برانداختن ریشه جنایتکاران خودخواه تنپرور داخلی اعلام شد. هدفی که در آن روزها چندان واضح نبود دقیقاً از سوی چه کسی مطالبه می شود. در این اوضاع آشفته مردی در سایه حاضر بود که با برنامه‌ریزی بریتانیا روز به روز به قدرت نزدیک و نزدیکتر می شد. ارتقاء رضاخان میرپنج به سمت وزیر جنگ و پس از مدت کوتاه به عنوان صدر اعظم مقدمات را برای تعویض و انتقال حکومت از قاجار به پهلوی فراهم کرد. حالا رضاخان همه کاره ایران بود.
کسی که می توانست بر خواسته ابرقدرت‌ها جامه عمل بپوشاند. پیمان سعدآباد نمونه از تجلی این زیاده خواهی ها بود. پیمانی میان رضاشاه پهلوی، ملک قاضی اول حاکم عراق، ظاهرشاه پادشاه افغانستان و مصطفی کمال آتاتورک رهبر ترکیه. رضاخان فیروزده را به شوروی داد. آرارات را به ترکیه سپرد و اروندرود را به عراق واگذار کرد. بحث حقابه هیرمند نیز مسئله ساز شد. افغانستان مجدداً از تقسیم عادلانه رود هیرمند خودداری می‌کرد. افغان‌ها مسیر آب را از رود بند آورده و به سوی نهرهای تازه‌ای منحرف کرده بودند تا اندک آبی هم که از این محل می‌گذشت به بندی دیگر هدایت شود. حقی دیگر نیز در حال پایمال شدن بود که شاه و ساختار حکومتیش قادر به برخورد قاطع با آن نبودند. اکنون تکه‌هایی از کشور با تصمیمات عجولانه رضاخان از دست می رفت و حتی کسی هم به تصمیمات او اعتراضی نداشت. درست هنگامی که رضاشاه در حال تظاهر به قدرت نمایی بود، شعله‌های آتش جنگ جهانی دوم گسترده تر می شد. سرانجام آتش به خاک ایران رسید و با وجود اعلام بی‌طرفی دولت وقت توسط نیروهای شوروی و بریتانیا کشور اشغال شد. تعلل بریتانیا برای عرضه مواد غذایی در ایران موجب ایجاد قحطی دیگر به مدت 2 سال و کشته شدن حدود 1/4 جمعیت شد. حالا استقلال کشور برای مقابله با دستان خارجی عملاً آرزویی دست نیافتنی می‌نمود. در سال 1320 قوای نظامی خارجی وارد ایران شد و در توان ارتش ایران نبود که با این حجمه سنگین مقابله کند. 1 سال قبل‌تر از اشغال ایران در مانور نظامی در همدان، رضاشاه از ژنرالی فرانسوی پرسید ارتش ایران در مقابل ارتش‌های بیگانه چقدر مقاومت خواهد کرد. ژنرال فرانسوی که خود در جنگ جهانی اول شرکت کرده بود و برآورد خوبی از ارتش‌های اروپایی داشت، گفت 2 ساعت. هنگامی که اطرافیان به او تذکر دادند که این چه پاسخی بود که به اعلیحضرت دادی، ژنرال فرانسوی با خونسردی پاسخ داد این 2 ساعت را هم برای دلخوشی شاهتان گفتم و اگر نه پاسخ درست هیچ است. کشور در 72 ساعت اشغال شد. قصد بر رفتن رضاشاه بود، چرا که تنها در این صورت بود که می توانستند اختیار شیر معادن نفت را در دست بگیرند. مقدمات استعفا نیز فراهم شد. رضاشاه نامه استعفایی را که فروغی برایش تهیه کرده بود امضا کرد. حکومت را به ولیعهد خود سپرد و صبح روز 25 شهریور 1320 برای همیشه از تهران خارج شد. حالا دیگر پسر رضاخان، محمد رضا، زمام قدرت را به دست داشت و تعیین کننده امور بود. تهران 6 آذر 1322. توافقی ناگهانی بدون اطلاع قبلی به قدرت وقت ایران در حال برگزاری بود. نشستی که پس از آن استقلال ایران به رسمیت شناخته شد، اما در عمل خاک آن تا مدتها به میدانگاهی برای جولان نیروهای متفقین تبدیل گردید. حالا ایران رسما بدون اهمیت به آنکه نظر حکومت آن چیست و محمد رضا شاه وقتش چه میگوید در اختیار متفقین قرار داشت. همین وضعیت بی اختیاری به همراه دومینویی از دیگر مسائل بار دیگر ملیگرایان را برای پیگیری جنبشی اعتراضی برانگیخت. محمد مصدق و آیت الله کاشانی با دغدغه استقلال کشور
قصد ملی کردن صنعت نفت را داشتند و جنبشی را رهبری می‌کردند که چندان بر ایالات متحده و بریتانیا خوش نمی‌آمد. اما به تدریج اختلافاتی میان این دو رهبر بروز کرد. مصدق که نیم نگاهی به دولت آمریکا داشت و تا حدی چشم امید به یاری آن، با آیت الله کاشانی به مشکل خورد. آیت الله معتقد بود هیچ کدام از این دو به هیچ عنوان مورد اعتماد نیستند و اگر قرار است استقبال جنبش حفظ شود، دست هر گونه بیگانه باید از آن دور بماند. عاقبت کفه ترازو به سمت گرایشات مصدق سنگینی کرد و او تبدیل به صدای اصلی جریان شد. اما دریغ از این که در مقابل شطرنج بازان قهار هیچ اعتمادی جایز نیست. آمریکا بر روی میز با مصدق همکاری می کرد، غافل از این که در پس پرده طرح دیگری در میان است. پاسخ اعتماد خیانت. اکنون دست نفوذ باز هم به کشور بازگشته بود تا این بار زمزمه داعیه استقلال بحرین را به گوش برساند. سایه انگلیس بر امورات سنگینی می کرد و شاه برای رسیدگی به این پرونده تحمیلی امکان حمله نظامی و واکنشی قاطع را نداشت. بنابراین پیشنهادی دموکراتیک تحت عنوان برگزاری رفراندوم را ارائه کرد تا تصمیم را به ملت بحرین واگذارد. اما بریتانیا حاضر به پذیرش این پیشنهاد نبود، چرا که می‌دانست بلا شک تمایل مردم به پیوستن دوباره به ایران است. عاقبت رفراندوم برگزار شد و استقلال بحرین آرای غالب را تشکیل می‌داد، چرا که این رأیگیری که تحت نظر بریتانیا صورت گرفته صرفاً نظرات مردم نزدیک به آل خلیفه را جویا شده بود. هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، غمی اینقدر سنگین احساس نکرده. زندانهای هولناک، حاکم خودکامه، نظامات بردگی آور را بر هزاران ایرانی بحرینی تحمیل نموده است که استعمار انگلیس به زور و تزویر بحرین را از مادر میهن جدا نموده است. بدین ترتیب بحرین آخرین بخشی از ایران بود که از دست می رفت. کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم. اما این بی تدبیری ها چیزی نبود که بی پاسخ بماند. کم کم زمزمه ای از صدای مردم به گوش می رسید که دیگر تبدیل به گردابی از خشم و اعتراض شده بود. مردم ناراضی تر از هر زمان خواسته جز برکناری پادشاه نداشتند. خواسته که محمد رضا را مجبور به سفری طولانی چون سفر پدر کرد که هیچگاه بازگشتی به دنبال نداشت. انقلاب اسلامی ایران به تازگی جوانه زده بود و آرزوهای بزرگ در سر می پروراند و مردی آن را رهبری می کرد که حاضر به سازش با هیچ ابرقدرتی نبود. تمایل مبارزه ضد امپریالیسم و دستیابی به استقلال کامل تبدیل به خواسته ای عمومی شده بود. در 13 آبان 1358 سفارتخانه آمریکا
تحت اختیار دانشجویان پیرو خط امام درآمد و اسنادی در آن کشف شد که رد پای جاسوسی آمریکا را ثابت می‌کرد. طرح و نقشه‌های محرمانه که مشخص شد تنها در حد فاصل 22 بهمن 57 تا 13 آبان 58 13 عملیات خرابکارانه کودتا و شبه کودتا توسط دولت آمریکا برنامه ریزی شده بود. آتشی که از سوی در داخل برافروخته شده بود تا با دامن زدن به تمایلات تجزیه طلبانه خشونت‌آمیز نظام اسلامی را مشغول به سرکوب آشوب‌های داخلی سازد. از سوی دیگر زیاده خواهی و جاه طلبی های خارجی بود که اتحادی استکباری را مقابل ایران قرار داد تا ندای آزادی خواهی را از ملت آن سلب کند. تهاجمی که دفاع مقدس را رقم زد که 8 سال به طول انجامید، اما در پی آن نه تجزیه داخلی و نه تهاجم خارجی نتوانست کشور را به زانو درآورد. و در پایان این ایران بود که توانست برخلاف رویه حکومت‌های پیشین به جای پرداخت غرامت یا بخشش خاک به عنوان حق و سکوت، عراق را در مجامع بین المللی به عنوان مهاجم بشناساند و او را موظف به پرداخت غرامت کند. اما دشمن خارجی همچنان به دنبال وارد کردن زخمی کاری بر پیکره نهالی بود که روز به روز داشت تنومندتر می شد. سیاست‌های خشم، تحریم، ترور و نفوذ همچنان ادامه داشت تا حلقه محاصره را تنگ‌تر سازد. تاریخ با سرعت رو به جلو حرکت می کرد. نقشه‌های استعماری همچنان بر روی میز ابرقدرت‌ها پهن بود و مردان اتاقک‌های تصمیم گیری رویای تجزیه و استعمار ایران را در سر می پروراندند. 23 خرداد 1404 بمب‌افکن‌ها این بار قلب محور مقاومت را هدف گرفتند. اکنون ابرقدرت‌ها بیش از هر زمان اراده کرده بودند تا صدای ایستادگی را برای همیشه خاموش کنند. نبرد غافلگیرانه با ترور چند تن از فرماندهان آغاز شد. پس از 18 ساعت از حمله آغازین تمام توان نظامی ایران بازیابی شد و حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی پی در پی آغاز گردید. نبردی که خرابی‌های گسترده و خسارات جبران ناپذیری را برای رژیم اشغالگر رقم زد. صبح روز 12 ایران برگ برنده‌ای در میدان رو کرد. اتفاقی که ادامه نبرد برای دشمن را دشوار ساخت. عملیات موفق موشکی سپاه در پاسخ به تجاوز آمریکا و ایستادگی و همبستگی مثال زدنی مردم عزیزمان در دفاع از سرزمین آتشبس را به دشمن تحمیل کرد. حالا پس از 12 روز دفاع و دفع سنگین آتش حملات، قلب شهر می تپید و خون در رگ و پی آن جاری بود. تنها پس از چند ماه فضای بازار تدریجاً به دنبال فشارها و تحریم‌های اقتصادی ملتهب شد. در شب 18 و 19 دی ماه 1404 امواج تجزیه طلبی و ضد ایرانی بر اعتراضات بجای مردم و مطالبه آنها برای بهبود اقتصادی کشور سوار شد، از سمت و سوی دیگری به آن داد. این بار نیز واضح بود که پای طرحی خارجی در میان است. دستان پشت‌پرده‌ای که با داعیه مطالبه گری و اعتراضات مدنی و تکیه بر خشونت و حمایت آمریکایی تلاش می‌کردند تا آشوبات داخلی را به جنگ خارجی مبدل کنند. امروز گیلا گملیل عضو کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل و وزیر
فناوری این کشور در سخنانی بار دیگر از معترضان پشتیبانی و حمایت کرد و گفت که مرحله تازه در تحولات ایران داره رقم میخوره. فتنه‌ای که قسمتی دیگر از جنگ 12 روزه به شمار میرفت، جنگی که دشمن را زخم خورده و ناکام به حال خود رها کرده بود. قاعدتاً و احتمالاً ترامپ یک نقشه رو در ذهن داره که در واقع این پیام ها رو داره میده که میگه که مردم برید اعتراضات خودتون رو ادامه بدید، مراکز حکومتی رو تصرف بکنید. به نظر میرسه قاعدتاً و منطقاً او میخواد که مومنتوم، تکانه اعتراضات حفظ بشه که در موعد لحظه اقدام آمریکا بتونه به پیروزی مد نظر خودش دست پیدا بکنه. صبح روز 9 اسفند 1404 ساعت 10:52 نبرد با ضربه سهمگین آغاز شد. خبری کوبنده و غیر منتظره. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. این اقدام نه تنها باعث سردرگمی ساختار حکمرانی نشد، بلکه خشم مردم و تمایل آنها به مبارزه و خونخواهی را بیش از پیش برانگیخت. این مطالبه فراگیر مقدمه ای برای ایجاد حرکتی شد که معادلات منطقه‌ای را به هم زد و موجهای پی در پی عملیات وعده صادق بدون هراس بر سر پایگاه‌های آمریکایی منطقه فرود می آمد. حالا دیگر گویا کفه ترازو برخلاف عادت همیشگی استعمارگران بر سویه همیشگیش سنگینی نمی کرد. ناوهایی که تا پیش از آن حمله به آنها دست نیافتنی می نمود، اکنون هدفی دست یافتنی شده بود. عادات تاریخی شکسته شده بود تا نظمی دیگر بر جهان حاکم شود. ما این رو امتحان کردیم. در مقابل دشمن عقب نشینی مشوق دشمن است. در مقابل دشمن ایستادگی موجب عقب رفت دشمن است. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. بعد از گذشت نیم قرن، نهال نوجوان انقلاب اسلامی به درختی تنومند تبدیل گشته. درختی که با تحمل ضرباتی سهمگین و فشارهای مکرر از سوی دشمنان طی این سالها بر آن خدشه‌ای وارد نشده و اکنون با آمریکا و اسرائیلی در نبرد است که 12 کشور متحدشان را علیه ایران به صف کرده اند تا به خیال خود ضربه کاری آخر را بر پیکره آن وارد سازند. دریغ این که ایران هیچ کلام مشترکی با دشمنان ندارد و نخواهد داشت و حتی بر سر یک وجب خاک خود با آنان معامله نخواهد کرد.